سلام دوستان عزیز، من یکی از دختران ماجان هستم. قبل از اینکه شروع کنیم ویدیو رو میخوام ازتون تشکر کنم بابت اینکه قرار ما رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید و به کانال ما بپیوندید و هر روز یه ویدیوهای زیبا و پر انرژی ببینید. مرسی از حمایتتون پیشا پیش و حالا بریم سراغ امروز که قرار یه روز شلوغ و پر انرژی داشته باشیم. ما چون میخواستیم سریع ناهار درست کنیم تصمیم گرفتیم یه غذای ساده بپزیم. سیب زمینی و بادمجون رو پوست میکنیم و بعد خردشون میکنیم و گوجه رو میذاریم مرحله نهایی که دیگه در نهایت سرخ بشه. حالا با هم سیب زمینی و بادمجونی رو که خرد کردیم میشوریم قبل از اینکه بخوایم سرخش کنیم. سیب زمینی و بادمجونمون رو که خوب شستیم، بعد به مقدار لازم نمک رو بهش اضافه میکنیم. اینجا که میبینید من دارم از روش خطرناکی استفاده میکنم برای روشن کردن شعله اجاق، چون فندک گازمون خراب بود. دیگه من مجبور شدم از این روش استفاده کنم و توصیه میکنم این کار خطرناکیه، شما انجامش ندید. حالا میبینید من بادمجونا و سیب زمینی رو دارم سرخ میکنم. سیب زمینی کارشون تموم شد. رفتیم سراغ چی؟ اونجوری که میبینید با یه بشکن تمیز نشده ها. بیایید براتون توضیح بدم چی شده. همونجور که دارید میبینید یکی از دخترای ماجان شروع کرده به جارو زدن جلوی در خونه. خب حالا چه اتفاقی افتاده که این همه اینجا گرد و خاک و کثیفه؟ براتون سوال نشده چرا اینجوری اینقدر گرد و خاک، اینقدر خاکیه اینجا؟ خب بذارید براتون تعریف کنم. شب قبل یه طوفان وحشتناکی اومده بود و حالا چون راپله ما سقفش هنوز کامل نشده و خونمون و اطرافش بیابونه، خب دیگه وقتی خونه اطرافش بیابون باشه گرد و خاک زودتر میاد داخل، همیشه همه چی گرد و خاکیه. حالا در حیاتمون که باز شد رو میبینید. خب ببینید دختر ماجان داره چجوری تمیز میکنه، به کجا رسیده. بله خیلی حالی داره پیش میره، وسایل اضافی. حالا داره شروع میکنه به شستشوی جلوی در که دیگه با جارو تمیز نمیشه و باید حتما آب بکشه. برای اینکه صرفه‌جویی کنه تو مقدار مصرف آب، یه مقدار رو با آب شهر استفاده میکنه و بقیه رو از سطلی که داخلش پر آب بوده استفاده میکنه، چون خیلی این دخترای ماجان حساسن که در مصرف آب زیاده روی نشه. خب ببینید جلوی در خونمون رو، چقدر بیابون. خب معلومه که اینجا گرد و خاکی میشه. بعد از اینکه تمیزکاریش تموم شد، دختر ماجان اومد کفشای اضافی که جلوی در خونه بود رو توی کیسه ریخت تا جلوی در خونه مرتب‌تر و تمیزتر بشه. خب بچه‌ها، قبل از اینکه کارهای نهایی تموم بشه ازتون خواهش میکنم که ما رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید. خوشحال میشیم نظراتتون رو ببینیم. خب بچه همونطور که دارید میبینید گوجه ها مونده که باید سرخ بشن و قسمت های نهایی کار ما رو خواهید دید. شاید امروز غذامون ساده باشه ولی خب با عشق پخته شده و کنار هم با عشق خورده میشه و ببینید چی میشه. کارای نهاییمون به به.